اگه تو هم از اون دسته آدمایی هستی که فکر میکنی مردم خودشون همه تصمیما رو میگیرن، باید دوباره بهش فکر کنی. 5 تا راز روانشناسی میخوام بهت بگم که فقط 1% مردم میدونن. راز اول، اثر آینه‌ای. آدما به کسایی زود اعتماد میکنن که شبیه خودشون باشه. وقتی با کسی حرف میزنی، آروم و ظریف و طبیعی ریتم حرف زدنشو، انرژیشو، زاویه نگاهشو کمی تقلید. نتیجه طرف حس میکنه تو از خود مایی. راز دوم، اثر طعمه. وقتی 2 تا انتخاب داری، تصمیم سخت میشه، اما وقتی یه انتخاب سوم بدم اضافه میشه، ذهن قشنگ میره سمت گزینه بهتر. اثر سنگ خاکستری. برای آدمای سمی بهترین اسلحه سکوتیه که خستشون میکنه. هیچ واکنشی نشون نده، نه عصبانیت، نه توضیح اضافه، هیچی. طرف چند بار امتحان کنه و جواب نگیره، راشو میکشه میره سمت قربانی بعد. و 2 تا راز آخر، اونایی که زندگی اجتماعی تو از این رو به اون رو میکنه. اگه میخوای وارد اون 1% بشی، ویدیو کامل همینجاست. برو ببین تا قبل از اینکه بقیه بفهمن چه خبره.